یه اکبر دلاک بود تو نجف. اینو یکی از مراجع میگه این دلاک بود، کیسه کش بود تو حموم، اما 35 سال هر شب چهارشنبه مسجد سهله میرفت نماز استغاثه به امام زمان میخوند. دلاک بود اما متدین، دلاک بود اما امام زمان. این دلاکه مادرداری شهره بود تو نجف. همه میگفتن مادرداری رو برید از اکبر دلاک یاد بگیرید. میگفت هفته 2 هفته یه بار مادر رو کولش میگذاشت، از نجف میبردش کربلا، حمامش میبرد، غذا دهنش میذاشت، مادر مرد. میگفت پدر پیر و پیرتر شد، پدرم زمینگیر، پدرش هفته 2 بار میومرد حرم، پولم نداشت خیلی، دلاک بود، خودش میشد گاری، خودش میشد مرکب، هفته 2 مرتبه، 2 هفته 1 مرتبه عذر میخوام، مادر باباشو میبرد کربلا. خیلی مواظب در مادر. میگفت شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه، 4 شنبه، 5 شنبه، جمعه در خدمت پدر، شب 4 شنبه هم از صبح تا مغرب در خدمت پدر. میوردش تو حمام، یه گوشه مینشوندش، کیسه میکشید، دلاکیشو میکرد، سریع به باباش هم میرسید. فقط دم مغرب میگفت بابا به من اجازه میدید من برم حرم امیرالمومنین نمازم بخونم، یه عده هستیم بریم مسجد سهله بگو نماز امام زمان بخوانیم و برگرد. من میرم در مغرب، شب برمیگردم. میگفت بابا برو. میگفت لباسشو تمیز میکرد، لقمه دهنش میذاشت، کوزه آبم میگذاشت کنار باباش. میگفت یه شب تا اومد باباشو آماده کنه دم اذان بره، باباش خراب کرده بود چون نمیتونست خودشو نگه داره. این تا اومد باباشو بشوره و لباسا رو بشوره و تمیز کنه 1 ساعتی طول کشید. حالا نجف هم ناامن، همه با هم دست جمعی تو حرم جمع می شدن چون مسجد سهله بیرون نجف دیگه. میگه آقا تا من اومدم خودم به حرم برسونم همه رفته بودن. گفتم چیکار کنم؟ گفتیم میریم، الله میریم. میگه تون تون تو تاریکی شب میرفتم که برسم به مسجد سهله. یه وقت دیدم از دور یه اسب سواری شفیه‌شو بسته به صورتش، فقط چشما پیداست. گفتم وای راهزنه، چه کنیم؟ گفت تا رسید به من بدنم مثل بیت میلرزید. یهو به من گفت که اکبر دلاک کجا میری؟ تو دلم گفتم ای وای این دوزه ما رو هم میشناسه، اسممونم بلده، شغلمونم میدونه، پس نجفیه، صورتشو بسته کسی نبینه. همون که داشتم میلرزم گفتم دارم میرم مسجد سهله. مسجد سهله میری چه کنی؟ گفتم میرم نماز امام زمان بخوانم، استغاثه به ولی عصر، ارواحنا له الفدا. گفت یه سری تکون داد، فرمود اکبر دلاک تو جیب چیز خوردنی هست به من بدی؟ گفتم نیست. فرمود چرا؟ تو جیب چپت یا راستت یه مقداری کشمشه بده. دست کردم تو جیبم، دیدم آره چند وقت پیش یه 2 تا مش کشمش و اینا یه مقدارش مونده بود. گفتیم این دزده کیه که عجیبه ما هم خبر ده. دست کردم تو جیبمون کشمش، گفتم بفرمایید. چون یه نگاهی کرد و حالا نقابو برداشت، صورتش رو من نشناختم. دم یه لبخند ملیح کرد، اکبر دلاک همش نگو نه، و اول ببین بعد بگو چیزی ندارم. یه دونه از این کشمشا رو برداشت گذاشت دهنشو. فرمود اکبر دلاک علیک بالعود. عود به زبان بدوی عرب یعنی پدر مریض تو جا افتاده فلج. اکبر دلاک علیک بالعود. میگه سرم انداختم پایین، گفتم خدایا این کیه که اسم منو میدونه، شغل منم میدونه، عجیبه ما هم خبر داره، خبرم داره بابام مریض و علیل و ذلیله. این کیه؟ اومدم ببینم کیه، کسی رو ندید. میگه دیگه نرفتم مسجد سهله، برگشتم خونه. بابام گفت بابا چرا امشب اینقدر زود اومدی؟ گفتم بابا تا شما زنده هستی من دیگه شبای 4 شنبه مسجد سهله نمیرم. گفت چرا؟ گفتم خب دیگه
دستور به من داده شده است که مسجد سهله کنار بستر پدرته. چرا من شما رو طعنه بگذارم برم مسجد سهله؟ همین نماز امام زمان رو کجا میخونم؟ بگو. کنار بابام، که هم بابا داری کنم هم نترسه. میگه دیگه نرفتم. چند ماه گذشت، مرجع تقلید نجف مرحوم آیت الله العظمی رضازاده دیدن اکبر دلاک نمیاد، به خادمش فرمود برو دم حمام به اکبر آقا بگو بیاد آیت الله العظمی کاریت داره. میگه اکبر دلاک میگه رفتم دو زانو نشستم مقابل مرجع هم بود، دستش بوسیدم. فرمود اکبر دلاک چرا دیگه مسجد سهله نمیای؟ 35 سال هر شب چهارشنبه مسجد سهله بودی، 35 سال ما شما رو تو مسجد سهله دیدیم، الان چند ماه دیگه چه نمیای؟ سلام انداختم پایین. فرمود اکبر دلاک مشکلی پیش اومده بگو. شروع کردم گریه کردن. گفتم آقا به جان امام زمان قسمت میدم قول به من بدی تا زنده هستم برای کسی نگی. چیو؟ گفتم آقا این جوری شد. میگه اون عالم بزرگوار شروع کرد گریه کردن. فرمود خوشا به حالت اکبر آقا، ما که یک عمر است مسجد سهله می رویم هنوز چشممون به جمال مهدی روشن نشده، اما ببین تو آخرش این دعاهای پدر و مادر دست تو گرفت. امام زمان هم اگه میخواید ببینید به پدر و مادراتون احترام بگذارید. ما اینو از امام رضا یاد میگیریم، ما این درس از حضرت فاطمه معصومه یاد میگیریم. وقتی پدر وارد میشد مقابل پدر قیام میکرد. احترام کنید.